درود بر شما جناب برمزیار. وضعیت فعلی تیم نوین سامو در فصلی که پیش رو هست، رده امیدو چطور می‌بینید؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و همه دنبال کنندگان گرامی. خدا رو شکر وضعیتمون، شرایطمون روز به روز بهتر شده، با وجود اینکه تیم امیدهای ما سال اول حضورشون در این تورنمنت هست. خدا رو شکر شرایطمون خوبه، خدا رو شکر خوبه. وضعیت لیگ رو چطور می‌بینید؟ وضعیت لیگ، ببین اگه میخوام بهونه بیارم میگم خوب نیست، ولی خدا رو شکر خوبه. ببین شرایط خوبه، ولی یه سری نواقص تو کار هست، یه سری عیب و ایرادات داریم. ما نمیشه بگیم خیلی تاپ لول داریم برگزار میکنیم لیگو. اینی که مشکلات عمده‌ای که توی شهر اصفهان هست، کمبود امکانات ورزشی، زمین‌های ورزشی تو حوزه شهر اصفهان هست و با توجه به کمبود زمین ما خواسته یا ناخواسته خودمون هم مجبور شدیم بریم یه زمینی بگیریم دیگه. حالا زمین حالا یکم کیفیتش پایینه، ولی متاسفانه این بولد شده توی سطح اصفهان که آقا مثلا میزبانی‌های تیم نوین سام در پاکمنه. ببین من خدمت شما عرضم دو تا مسئله رو میخوام بگم. این زمین اگه مشکلی داره چرا هیئت فوتبال تاییدش میکنه؟ اگه خوب نیست چرا هیئت فوتبال تاییدش میکنه؟ ما شرایط میزبانیمون، حالا این سوء صحبتم به مدیران و مربیان عزیزه، بعضی تیم‌ها خیلی زوم کردن روی این مسئله که زمین خوب نیست، زمین آسیب پذیره نسبت به بازیکنان، آسیب میرسونه به بازیکنان و این به نظر من درست نیست. این مسائل حاشیه‌ایه و ربطی به تیم و مراحل و نمیدونم مراحل حرفه‌ای‌گری نداره. ما از زمینمون داریم چون حق میزبانی داریم. من این صحبت رو میخوام به همه مربیان و مدیران کنم. تیمی که اختیار میزبانی داره، حق میزبانی داره، خب میاد از یه زمینی استفاده میکنه. حالا به دید شما خوب نیست، شاید خوب نباشه، ولی از نظر ما چون شرایط میزبانیمون اونجاست، ما میخوام تو ورزشگاه پاکمن بازیامون رو اونجا تدارک ببینیم. یه سوال از شما داشتم، مثلا تیم‌های اصفهان میرن توی شهر دیگه، میرن انزلی، میرن مازندران، گیلان، منطقه‌های سردسیر یا بارونی، میرن نسبت به شرایط میزبانی تیم روبرو انتقاد میکنن. ببین بازیکنان، همه بازیکنانی که از نسل قدیم به تیم‌های بزرگ ورود کردن، همه روزی تو این زمین‌های سفت و سخت کار کردن. حالا من اینو نمیگم که بخوام توجیه کنم کم بوده امکاناتمونو، ولی نسبت به این مسئله من خیلی حقیقتا اعتراض دارم به یه سری از مدیران و مربیان. نکته بعدی، تیم ما خدا رو شکر شرایطمون خوبه. یه مشکل دیگه که ما داریم مشکلات داوریه. بدون پروا بخوام صحبت کنم، چند تا از بازی‌ها ما لطمه‌شو خوردیم، امتیازش هم از دست دادیم، ولی با این وجود به خودمون هنوز اجازه نمیدیم که بخوام اعتراضی صورت بدیم نسبت به این مسئله. ولی از کمیته داوران خواهش دارم که نسبت به این موضوع رسیدگی کنن، موضوعی که شاید با نبود کیفیت‌ها اگه روبرو بشیم، خدای نکرده به مشکلاتی دیگه روبرو بشیم و این به نظر من خوب نیست. برمزیار، بازی این هفته دون با چه تیمی هست؟ این هفته با تیم پادما بازی داریم. پادما این بازی هفته قبلشو با شرایط خوبی سپری کردن، یه برد پرگل داشتن و این هفته هم کار ما به مراتب سخت‌تر میشه و با تمام وجود، با تمام قوا انشالله این هفته با تمرکز بالا میریم واسه یه بازی خوب جوانمردانه و انشالله اگه خدا بخواد کسب 3 امتیاز. خیلی ممنون جناب برمزیار.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم. ممنون از شما که این تایمو به من دادین. آرزوی موفقیت میکنم واسه شما و همه عزیزان. آرزوی موفقیت. سلامت باشین. خدا